شاید خداوند از یک نفر راضی باشه، اما این که خدا همراهش باشه دو تا قضیه است. معیت خدا و رحم خدا و رضایت خدا دو سه تا قضیه است. شاید طرف نماز خوبی بخونه ولی خدا معیتش نداشته باشه، همراهش نباشه. شاید طرف تلاوت قرآن هر روز بعد نماز صبح داره میخونه اما معیت خدا تو کل زندگی نداره که خدا همراهش باشه، ازش حمایت بکنه. معیت خدا یک امر جداگانه هست، با فقط تلاوت قرآن خوندن و ثواب جمع کردن و معنیش نفهمیدن نیست. با روزه پنجشنبه و دوشنبه فقط معیت خدا نمیاد. معیت خدا زمانی خدا میاد به نصرت تو، به حمایت تو، به پشتیبانی تو کمکت میکنه، موفقت میکنه که تو قدم برداری برای رشد بندگان خدا. زمانی در نظر خدا بزرگ میشید که نظر بزرگی نسبت به بندگان خدا داشته باشید. اگر نماز بخون، نماز یک مسئله شخصی خودته، تو دید بزرگ و خوب به بندگان خدا ندارید، فقط نماز میخونید که کسب ثواب بکنید. باید نماز بخونید و برای بندگان خدا قدم بردارید. وقتی قدم برداشتید دید خدا نسبت به تو دید بزرگی میشه، حرکت خدا به طرف تو حرکت حمایتی میشه. اگه باور ندارید تا این آیه ها مرور بکنید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نیکوکاران، کسانی که احسانشون متوجه دیگران میشود و جهاد میکنن، جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی، به هر وسیله جهاد میکنن. باید معیت خدا رو همراه خدا خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وقتی که انسان خدایی میشه و حرکت میکنه برای نصرت بندگان خدا و دین خدا، هر قدمی که برمیداره، هر تیری که پرت میکنه، خدا پشت اون قضیه است. میگن در جنگ بدر، جوانا میدونن جنگ بدر چیه؟ در جنگ بدر که شرکت کرده، جریان جنگ بدر چه بوده، کی جنگ بدر رخ داده، به چه لقبی و به چه ویژگی و صفتی نامگذاری شده جنگ بدر. جنگ بدر از بزرگان قریش خارج شدن، شاید نزدیک 15-20 تا شتر فقط شراب بار کرده بودن. هرچی طبل و دهل بود و هرچی زنهای رقاصه و کنیزکهای رقاصه بودند همه رو به سینه ریختند و طول راه مشروب میخوردند، شترهایی که شراب بار کردند که بریم در مدینه، بریم در یثرب، پوز محمد رو به خاک بمالیم تا دیگه سر بلند نکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یارانش به قصد قافله تجاری قریش خارج شد که جبران اموال مصادره های خودش و یارانش بکند. ابو سفیان قافله رو نجات داد، قریش لشکرکشی کرد، پیام فرستاد که بیایید قافله رو نجات بدید، اما قافله رو خودش نجات داد و لشکر خارج شد. صنادید و بزرگان قریش همه در این قافله بودند. بریم که دیگه محمد جون نگیره، برای ابد فیصلش بکنیم. با چه امکاناتی به قصد جنگ آمده بودند، اونا به دست خالی به قصد قافله رفته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه دو تا لشکر بریزه یک گوشی نشست، دست رو بلند کرد، اونقدر دستشو لرزوند که ردای رو کتفش افتاد و سپیدی زیر بغلش نمایان شد. گفت خدایا اگر این جمعی که خالص و مخلصم برای تو نصرت نکنی، بعد از این در جزیره العرب و در دنیا پرستش نخواهی شد. خدایا وعدی که به من دادی دستش میتکنی طوری. امروز اگه جوان دستش اینطوری میتکنه میگن ملا شده، نه؟ کلاسش با این میاد کسی دستش بلند بکنه به سوی خدا. روی شیشه دستش گرفته عربده میکشه، کلاسه. یقه باز کرده گردنبند طلا سقرسی داره میرقصه، کلاسه. ولی داروش نمیشه بکنه. ملاست. اگه دو زانو نشست رو به قبله تو مسجد کمی دعا کرد و پیامبر اینطوری دستش میتکنه، التماسش میکنه. اینا بندگان خودتن، قصد تکبر روی زمین ندارن، قصد ظلم، فساد، معصیت، کفر، شرک ندارن.
مطیع تا نصرتشون بفرما. وقتی که دو لشکر به هم ریختن، قبلش مبارزه هایی شد و صحابه تعریف میکنه، میگه شمشیر رو میبردیم تا کنار گردن مشرک، قبل از اینکه لبه شمشیرمون به گردنش برسه سرش میافتاد روی زمین. میدونستیم که شمشیر ما هنوز به گردنش نرسیده. خدایا این شمشیر برندی که از شمشیر ما سبقت گرفت و گردن مشرک انداخت روی زمین از کجا آمد؟ ان تنصر الله ینصرکم. جنگ بعد معروف به جنگ فرقان. فیصله کرد خداوند بین حق و باطل و 200,000 ملائکه از بالا آمدن، هر کدوم به صف. ابلیس در جنگ بدر شرکت کرده بود، در شکل شخصی آمده بود، دستش تو دست بزرگان قریش بود، تا اینکه دید جبرائیل داره از آسمان پایین میاد، شمشیراشون اینطوری از غلاف کشیدن بیرون، برای نصرت اهل بدر داره پایین میاد. و ما رمیت اذ رمیت، این آیه در جنگ بدر نازل شده، ولکن الله رمی. صحابه تعریف میکنن اگر نه محاله که 300 نفر در مقابل 900 نفر 1000 نفر با دست خالی و پیروز شدن. ابلیس زد وقتی دید جبرائیل و میکائیل دارن میرن پایین، احساس کرد دیگه مرگش حتمیه. ابلیس هم دست زد تو سینه اون بزرگ قریش و دوید، هم تو چشمش بسته بود میدوید. اونم میگفت رب وعدک الذی وعدتنی، خدایا اون وعدی که به من دادید منو نکش، تو به من وعده دادی تا آخر عمر دنیا باشد. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین هست. انسان در مقابل دشمن شکست نمیخوره، در مقابل نیت شکست میخوره. وقتی نیت انسان پلید باشه قدرت مقاومت او ضعیف میشود، قدرت استقامتش ضعیف میشود. وقتی دید مثبتی نسبت به خدا نداشته باشد که خدا حمایتش میکند، این انتظار چه قوتی دارد؟ هرچی دشمن ضعیف باشه شکست میخورد. مثل یک طبیبی میماند، طبیب که وقتی میره بالا سر بیمارش، اون لحظه‌ای که میخواد رو بیمار کار بکنه فقط اینه که این بیمار لتو پار بکنه پول بگیره. هدفش منبع درآمده. اگر یک پزشک وقتی میره به طرف مریضش تو دلش این باشه خدایا من یک سببم، خدایا شفات، دعا بکنه. اگر اطباء اینو دعا بکنن قبل از این که برن سر عملشون، برن وضو بگیرن. اطباء مسلمان، زن مسلمان تو تاکسی در زایشگاه تو تاکسی وضع هم کرده، چون گفتن 700,000 تومان 1,000,000 تومان پول عمل سزارین به حساب بریزی بعد بیاد بخوابه، وگرنه همه جا زایمان بکنه. معذرت میخوام. مگر این پزشکا سوگند نخوردن؟ قسمشون رو مصادره کردن، نیتشون رو آلوده کردن. پزشک شده جلاد، قاتل. اگر این دعا رو بخونه با وضو به خدایا این انگشتان من نیست که شفا بخشه. بعضی دیگه انگشتشون نشون مردم میدن این درمان. یه الکبری بود چند سال پیش آمد طرف بندر لنگه و کیشو 150-200 میلیون پول جمع کرد، دیگه رفت تو استادیوم لنگه ایستاد، دید که خیلی مشتری زیاد داره، از حد این روستا همه ماشین در بست، هم خود مریض باید ویزیت میکرد هم همراهش هم باید ویزیت میگرفت. با 15,000 تومان همراه مریضم، دید که از بس استقبال زیاده مردم هم ساده، دیگه رفت تو استادیوم رو نقطه بلند ایستاد، به مردم میگفت از زیر دست هم رد بشید، دستشون نشون میداد خلاص شما معلولین و نابینایان و جانباز همه خوب شدید. اگر راست میگه ما این همه جانباز جنگی در مملکت داشتیم، چرا نمیریم اونها رو؟ 150 میلیون 200 میلیون پولم جمع کرد، مردم هم ساده. فکر میکرد یکمی مثل که حالم بهتر شده. بعضی موقع چند تا خوب شدن،
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه و انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. دست بذار رو اون محل درد، این دعا رو بخونه با وضو. لا بس طهور انشاءالله، چیزی نیست، پاک کننده است. اگر علما این نیت نسبت به خلق خدا داشته باشن، عالم فکر میکنه اگه بهشتی وجود داره خودشه. مردم همه جهنمی هن. همه گمراه هم، باید سخنرانی من بشنون تو خوب بشن. چه بسا سخنران محتاج یک دعای خیر این بچه است. این بچه کی آمده که صف اول نشسته؟ یه دعای خیرش بکنه. همه محتاج رحم خدا هستیم، کسی از کسی بهتر نیست. در بازه معیت خدا رو همراه خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. با نیت خیر، محبت، اخلاص، قصد خیر به بندگان خدا، قدم خیر، تلاش خیر، توکل به خدا. خدا رو همراه خودت بکن، خدا کمکت میکنه. هیچ موقع در راه دعوت نمیمیری توش. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. ان تنصر الله ینصرکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چند شب پیش یا 2-3 هفته پیش گله‌دار بودیم. این جمعیتی که امشب آمده باید 20 تا داماد اینجا بود. من یادم میاد به همین عزیزمون، اسمش کیه؟ داماد امشب یعقوب. حدودا 1-2 ماه پیش گفتم یعقوب کمتر از 5 تا من نمیام درگاهنو. گفت حالا اگر تنها شدم چی؟ ولی من دوست دارم بیاید. رفتیم گله‌دار، 1-2 تا از بچه‌های درگاهنم همراهمون بودن. 21 داماد، 10 تا صندلی این طرف، 11 تا صندلی این طرف، 5-6 هزار نفر جمعیت، شیعه و سنی، همه بزرگان و مسئولین از 2 طرف همه نشسته بودن. یه بزرگم وسط راهو باز کرده بود، جلو افتاده بود. 21 داماد همه یک دست لباس دنبال هم چه می آمدن، با سلوات اونها رو بدرقه می کردن. آمدن مثل یک دسته گل روبروی جمعیت نشستن. نمیدونی چقدر فرشته و ملائکه اونجا خودشو به زمین میزد که از این صحنه فیلم برداری بکنه، از این سوژه زیبا و دیدنی فیلم برداری بکنه. یعنی 42 تا طایفه اونجا با هم فکر و همدل و همراه شدن، با سلیقه های مختلف. یکی مادر بزرگش میگه من به دلم میاد عروسی با هم، نه. یکی پدر بزرگش میگه نه خوب نیست، عاقبت به خیری نداره. چی نداره؟ ولی با این وجود 42 تا طایفه با پدر بزرگاشون، با مادر بزرگاشون تسلیم امر خدا شده بودن، مثل دسته گل نشسته بودن. مردم لذت بردن واقعا. ما خودمونم به وجد آمدیم. قابل تحسین بود. این جمعیت 20 تا 30 تا داماد این روستاهای اطراف. اگر این حلوری ها و درگاهانی ها عروسی های جواناشون مشترک، این خور جدایی نباشه. یه خوری هستم اینجا وسط، خدا نکنه که این خور جدایی باشه. ما حلوری شما درگاهانی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه اینو عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن سارا جهان همارا. گر در یمنی چوب آمدی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. این پرده ها رو بردارید. 25 تا داماد از هلور، 25 تا داماد از درگاهان کنار ساحل، کل جمعیت بیان برشینن. امشب واقعا
چقدر ادب بر این جلسه حاکمه، چقدر ادب و سکوت شما نشانه ادب شماست، نشانه توجه شماست و احترام شما به این جلسه. فکر خواهران نیست در اینجا، کل سنگرهای اطراف مسجد خواهرها سنگر گرفتن. پس میشه کار کرد. یک جمله بگم، خاطراتی هست، هر کسی سفر میره خاطرات هم داره. تو همین گله‌دار یه مجری بود به اسم آقای رنجبر. 2 تا خاطره، یه خاطره ایشون تعریف کردن و یک صحنه واقعی من خودم دیدم، نشونم دادن. هر دوتاش گفتنی است و شنیدنی است. آقای رنجبر که مجری برنامه بود گفت شیخ منو میشناسید؟ گفتم یادم نمیاد. گفت 7-8 سال پیش 9 سال پیش آمدی گله‌دار، اولین دامادی که شما شرکت کردید تو عروسی گله‌دار من بودم. گفتم یه چیزی یادم میاد. گفت من همونم. مجریگری برنامه میکرد، تو وسط لابلای برنامه ها یه چند کلمه هم صحبت میکرد، چند تا بیت شعر میخوند، لطیفی میگفت و گفت که یک مقوله از آبا و اجداد و قدمای گله‌دار نقل بکنم براتون. گفت که آبا و اجداد ما میگفتن، خوب دقت بکنید، پدرها و ریش سفیدان تأیید میکنن این حرفو. میگفت آبا و اجداد ما میگفتن در قدیم اگر کسی مشکل سختی داره که صعب العلاجه و نیاز داره که خدا دعاشو مستجاب بکنه، جوانا خوب گوش بدن، شخصیت شما اینه. میگفتن اگر کسی مشکلی داره که صعب العلاجه، هیچ کس نمیتونه حل بکنه، فقط باید خدا حل بکنه و واسطه بین خدا یک دعای مستجابی باشه. کسی که دعاش به درگاه خدا ردخور نداشته باشه و پرده بین او و بین دعاش و بین خدا نباشه. میگه قدما آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواید دعات مستجاب بشه برید پیش تازه دامادا و تازه عروسایی که تو حجله نشستن، در حجلهشون رو بزنید، مشکل داریم برای ما دعا بکنید تا خدا مشکل ما رو حل بکنه. من این جمعه نه جمعه گذشته 10 تا داماد تو گراگ بود، از اونجا آمدم روز جمعه نماز جمعه رفتم جزیره هرمز، همین خاطره رو گفتم. یه برادر دو کارمردی 45-50 سال صف جلو نشسته بود. وقتی گفتم که میگفتن قدمای ما، بزرگان آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواد دعات مستجاب بشه برو پیش تازه دامادی که تو حجله است، تازه عروسی که تو حجله نشسته، ازش التماس دعای خیر بکنید. گفتم شما قبول دارید؟ میدونی چه عکس العملی نشون داد؟ اینطوری کرد نه ما قبول نداریم. چقدر ظلم به دامادای جدید ما شده، چقدر دامادامون رو مصادره کردیم از مستجاب و دعایی. امروز یک مسلمان میگه من نه دعای داماد قبول ندارم، چون داماد شب عروسی سکرانه، داماد مسته، داماد نماز نخونده 2 روز، از زمانی که حالا بالاخره تدارک برای عروسی داماد وقت نماز خوندن نداره. عروس خانم هم یه توری تنش کردن نیمه لوخ، 6-7 ساعت تو آرشگاه 3 وعده نماز نخونده. عروس خانمی که 3 وعده نماز نخونده چطوری مستجاب بود داست؟ ارکستر هم مسته، سکرانه، پول مشروبش داماد داده، پول تریاکش داماد داده، زمینه چشترانی هم تو عروسی زن و مرد دارن میرقصن. اکثر دامادای امت اسلامی در جهان اسلام امروز اینطوری هست. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت تو 4 ماه تابستان و 20 روز تعطیلات نوروز تو یکی از مراکز بخش ها خودشون تعریف میکردن، میگفتن از خلیج و هرمزگان و فارس همه میان برای جشن عروسیشون. میگفت تو این 20 روز و اون 4 ماه 350-400 تا عروسی میشه تو اون شهر.
شاید 2 تاش سالم باشه، 3 تاش سالم باشه، مفید نه، فقط سالم، بس ساده بدون هیچ. باقی میگه شب 7 تا 8 تا زن و مرد از آن صبح میگه دست از رقصیدن نمیکشن. زن و مرد با هم دوست دارن برقصن. زنها نیمه لخت و عریان بی حجاب، ارکستر مست، میگه زنها برقصن تا من بخونم. موسیقی و شراب و رقص و زن، این سه تا اگر با هم دست دادن ریشه ایمانو میسوزونن. این مجلس بده نه؟ چون اون آفتا نداره. ناموس تو حفظ شده امشب. یعنی طرف گفته با خیال راحت بیا تو عروسی من، نه شرابی هست، نه چشمچرانی هست، نه کثافت بازی، نه اسراف، نه معصیت خدا. بیا من تضمین میکنم که حرمت تو حفظ بشه. اما بعضی دعوتنامه میفرستن عروسی زنانه تو سالن امروز افتضاحست. خیلی ها فکر میکنن تو سالن محصوره، افتضاحست. خیلی احتیاط بکنن وقتی زنهاتون رو حتی به سالن میفرستید، به صرف این که عروسی زنانه است. چه دیدی بوده تا 50 سال پیش تو گله‌دار و تو همین جزیره. در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که از 3 نفر حمایت بکنم. این 3 نفر رو بشماریم. از 3 نفر خدا گفته که واجب من ازشون حمایت میکنم، تعهد میدم ازشون حمایت بکنم. 1 مجاهدی که اسلحه دست میگیره برای رضای من و برای نصرت دین من و نشر دین من و قلع و کم کردن کفر و شرک و فساد و ظلم در دنیا حرکت میکنه. این بر من واجبه. دنبال غنیمت نیست، دنبال مال نیست، دنبال پست و مقام و شهرت نیست. برو بجنگ، اگه پیروز شدی تو رو فرماندار میکنه، تو رو فلان فرمانده فلان میکنه. نه، فقط برای نصرت دین خدا. گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم. و ما رمیت اذ رمیت ان تنصر الله ینصرکم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع معیته. از خدا بخواهید که این معیت رو برای شما. شاید خدا شما رو رحم بکنه با نیت پاکتون، اما خدمتی به خلق خدا نکردی، فقط برای خودت خوب بودی، سالم بودی. این کمال نیست که فقط برای خودت خوب باشی، برای خانوادت تنها خوب باشی. تو که میتونی برای همه خوب باشی. نفر دوم کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند گفته اگر جوانی که موانع ازدواج سر راهش خیلی سنگینه، فشار ازدواج و شهوتم اونقدر بهش فشار میاره، قابل کنترل نیسته، هر دری میزنه بازم مانع. و خیلی از این موانع داماد شدن جوانا که به خاک و خون کشانده میشوند، مانع اصلیشون پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماده. پدر و مادر عروس میگن مهریه به اندازه تعداد سال تولد دخترم. سال 1387 1387 سکه بهار آزادی. کلاس دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی اسباب ازدواج کمتر، آسانتر، میسرتر بگیرید، هرچی مخارج زن و عروس کمتر باشه، مهریش کمتر باشه، اون زن با برکت تره، مملو از برکته. و هرچی مسائل مادی و اسراف و تو عروسی و ولخرجی بالاتر ببرید، آمار برکت رو میاری پایین تو زندگی خودت و نوهات و اولادت. یا باید حرف خدا و رسول خدا گوش بدیم، دنبال برکت ازدواج باشیم. یکی از برکت های ازدواج عفته. امروز تو جشن عروسی که جشن عفت بی عفتیه، چشمچرانی و کثافت بازی است. مردم جمع میکنن به جایی که خودش تنها نظر به ناموس خودش داشته باشه، مردم جمع میکنن که اونجا نظر به ناموس مردم داشته باشن. چی بی عفتی از این بالاتر؟